16 ایولی سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان، گنرال ارتش محترم اماملی رحمان با محل بودوباش خدمتیان حربی قشون‌های سرحدی و تیاری جنگی قسم و واحدهای نظامی این ساختار در حدود ناحیه‌های 5 و میرسعید علی حمدانی گارنیزون ختلان شناس گردیده با هیئت ذخیره‌های سفربری منطقه مدافع حدودی ولایت یک قطار صحبت و واخوری‌ها انجام دادند. بازدید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم اماملی رحمان نخست از پایگاه اتریاد سرحدی حدود ناحیه 5 ولایت ختلان آغاز گردید. پیشوای ملت محترم اماملی رحمان به مرکز برگزاری چهاربینی که در آن زیاده از 2000 نفر هیئت شخصی جزء و تام‌های سرحدی و ذخیره‌های سفربری صف کشیده بودند تشریف آوردند. با سرفرمانده عالی قواهای مسلح محترم اماملی رحمان سردار اتریاد سرحدی 5 پدپولکونیک دانیار فیض‌الله زاده باید به آمادگی جزء و تام‌ها گزارش داد. پرزیدنت مملکت محترم اماملی رحمان در نزد هیئت شخصی باید به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر استقلال دولتی، اینچنین تهدید و خطرهای جهان معاصر، وضع امروزه سرحد دولتی و آماده‌باشی جنگی جزء و تام‌ها سخنرانی کردند. سرور دولت محترم اماملی رحمان نخست همه افسران و سربازان را که مرز و بوم دولت صاحب استقلالمان، امنیت دولت و جامعه و زندگی آسایشته مردم تاجیکستان را صادقانه حمایت کرده ایستاده‌اند، با افتخار جشن در پیش ایستاده 30 سالگی استقلال دولتی تبریک گفتند. ضمن سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم اماملی رحمان تاکید کردند که والاترین معیار وطنداری و وطندوستی رسیدن به قدر وطن، ملت و دولت صاحب استقلال با جا آوردن خدمت وطن و حفظ مرز و بوم آن میباشد. با قناعتمندی ذکر گردید که دولت تاجیکستان و مردم تاجیک در سیمای هیئت شخصی قواهای مسلح از جمله قشون‌های سرحدی و مقامات حفظ حقوق حامیان با اعتماد و محافظان فداکار وطن محبوب خود را می‌بینند. وابسته به اوضاع کنونی دولت همسایه افغانستان پرزیدنت مملکت تاکید داشتند که حفظ سرحد دولتی تاجیکستان با این دولت همجوار نه تنها برای امنیت کشور ما بلکه در تأمین بخطری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و گذشته از این اتحاد اروپا اهمیت مخصوص دارد. امروزها اوضاع حربی و سیاسی کشور با ما همسایه جمهوری اسلامی افغانستان از جمله ولایت‌های بلخ، کندوز، تخار و بدخشان که با جمهوری تاجیکستان همسرحدند نهایت مرکب میباشد. سرور دولت محترم اماملی رحمان تاکید نمودند که وضع امروزه منطقه و جهان از هر یک خدمتچی حربی قواهای مسلح و مخصوصاً از افسران و سربازان سرحدبان هوشیاری و زیرکی دائمی، مسئولیت بلند و آماده باشی همیشگی را تقاضا می نماید. حفظ سرحد دولتی تاجیکستان با افغانستان نه تنها برای امنیت کشور ما بلکه در تأمین بخطری کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و گذشته از این اتحاد اروپا خصوصا وابسته به وضع کنونی این کشور اهمیت مخصوص دارد. در آخر سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم اماملی رحمان با اطمینان ابراز داشتند که هر یک افسر و سرباز وظیفه‌های بسیار مشکل و مسئولیتناک به ذمه‌اش گذاشته دولت و خلق تاجیکستان را من بعد نیز با حس بلند ملی، جسارت و متانت و دلیری و شجاعت اجرا می‌کنند. دائما صادق باشید نسبت به وطن خود، دولت خود، ملت و خلق عزیز خود، محبوب خود، دولت تاجیکستان. سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شرف 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 شرف. بعد از انجام سخنرانی با امر سردار اتریاد سرحدی گذشت نظامی جزء و تام‌ها و قواهای احتیاطی آغاز گردید. در گذشت نظامی خدمتیان حربی ساختارهای قدرتی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات و قواهای احتیاطی یا خود ذخیره‌های سفربری منطقه مدافع حدودی که شماره عمومی آنها در مجموع بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد اشتراک نمودند. برابر شو نظام با
با مارش تنتنوی موفقی روتا یکم روبرو دیگران براست گرد در مسافه یک صف بند توجه براست با قدم مارش
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба хусус сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ муҳтарам эмомали раҳмон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии артиши миллӣ бо вуҷуди вазъи номусоиди ҳарбию сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар кишвар ба сохтори ташкилию штатӣ, таъминоти моддию техникӣ, бунёди инфрасохтори зарурӣ, таҷҳизонидани қисмҳои ҳарбӣ, пуррагардонии сафҳои артиш бо афсарони касбию кадрҳои баландихтисоси низомӣ ва баландбардоштани омодагии ҷангии хизматчони ҳарбӣ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир менамоянд. зеро артиш ё худ қувваҳои мусаллаҳ дар ҳар давру замон барои ҳар як кишвари соҳибистиқлол кафили бехатарӣ ва таъминкунандаи ҳаёти осоиштаи мардуми он ба ҳисоб меравад. сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ суҳбат доир намуданд. зимни суҳбат бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон ҳайати қувваҳои эҳтиётӣ изҳор доштанд, ки чун захираҳои сафарбарӣ барои ҳимояи ҳар заррахоки поки ватан доим тайёранд ва дар ҳама гуна вазъият бо гирифтани аввалин бонги хатар дар ҳамоҳангӣ бо қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба хотири ҳифзи давлат ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми он дар паҳлӯи сарвари ғамхори худ ва халқи шарафманди диёр қарор мегиранд. президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон баъд аз вохӯрию суҳбатҳои самимӣ бо афсарону сарбозон ва ҳайати захираҳои сафарбарӣ бо маҷмӯи мухталифи техникаҳои гуногуни ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҷангии ҷузъу томҳои отряд шинос шуданд. зимни шиносоӣ бо вазъи маишиву хизматӣ ва таъминоти ҳайати шахсӣ бо маводи хӯрокворӣ, сару либоси низомӣ ва дигар анвори шайъӣ, президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон инчунин аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии хоҷагии ёрирасони отряди сарҳадии 5 боздид карданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар тобеати отряди сарҳадии мазкур 4 гектар замини хоҷагии ёрирасон мавҷуд аст, ки ҳайати шахсӣ дар он зироатҳои гуногун киш карда ҳамасола ҳосили хуб ҷамъоварӣ менамоянд. маҳсулоти ба дастомада барои таъмин намудани ҳайати шахсӣ бо озуқаворӣ ва серғизон намудани хӯроки онҳо мусоидат менамояд. бо ҳамин боздиди сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон аз отряди сарҳадии 5 вилояти хатлон ба анҷом расид. боздиди сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомали раҳмон вобаста ба вазъи тайёрии ҷангии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи мир саид алии ҳамадонии вилояти хатлон идома ёфт. тибқи ишораи бонги хатар ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ҳарбии ин минтақа, ки шумораи онҳо беш аз 2000 нафар буд, дар майдони фурудгоҳи ноҳияи мир саид алии ҳамадонии вилояти хатлон бо техникаҳои вазнини зирехпӯши ҳарбӣ ва силоҳу муҳимоти ҳозиразамон саф ороста буданд. баъд аз садо додани суруди миллӣ, президенти мамлакат муҳтарам эмомали раҳмон суханронӣ карданд. муҳтарам генералҳо, афсарон, прапорщикҳо ва сарбозони отряди сарҳадии ҳамадонӣ, бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодии давлат, фазои орому осудаи кишвар ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми Тоҷикистон, ҳамаи шуморо ба ифтихори 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистони маҳбубамон самимона табрик мегӯям. ҳамчунин ба шумо фарзандони далеру ғаюри мардуми Тоҷикистон хотирнишон менамоям, ки соҳиби марзи муайян будан дар баробари унсурҳое ки чун забони давлатӣ, таърихи пурифтихори бостонӣ ва арзишҳои неки фарҳангӣ аз нишонаҳои муҳимтарини соҳибистиқлолии давлати миллӣ ва давлатдории навини мо суботи сиёсии ҷомеа ва зиндагии осудаи мардум мебошад. вобаста ба ин таъкид менамоям, ки амнияти давлат ва ҳаёти осоиштаи шаҳрвандони мамлакат аз сатҳи ҳимояи сарҳадоти он вобастагии мустақим дорад. мо қувваҳои сарҳадиро
سالهای 90 عصر گذشته، یعنی زمان تأسیس دادیم که کشور عزیزمان در گرداب جنگ تحمیلی شهروندی گرفتار بود و در آن ایام بسیار ناآرام و بی‌ثبات دشمنان ملت و گروه‌های جنایتکار توسط مرز جمهوری اسلامی افغانستان به قلمرو کشور ما اسلحه، مواد مخدر و ادبیات اکستریمیستی وارد نموده وضع مملکت را روز به روز وزن و مرکب می‌گردانیدند. وضعیت چنان دهشتناک گردیده بود که دولت تاجیکان در آستانه از بین رفتن قرار داشت و به ملت خطر پراکنده شدن تهدید میکرد. چون این شرایط بسیار هلاکتبار و فاجعه آور مرابریت نو انتخاب شده دولت را وادار نمود که در اجلاس تقدیرسازی 16 شورای عالی مملکت اولین ساختار حفظ سرحد بریگاده مخصوص مرزبانی تشکیل نماییم و بعداً آن را به ریاست حفظ سرحد تبدیل داده با گذشت 1.5 سال دیگر، یعنی 28 می سال 1994 در ساختار کمیته دولتی امنیت ملی قشون‌های سرحدی را تأسیس دهیم که حالا این سنه تاریخی هر سال روز سرحدبانان تسجیل می گردد. یعنی قشون‌های سرحدی نیز مانند دیگر جزو تامهای قوای مسلح در دوره بسیار حساس و از هر لحاظ مشکل تاریخی کشورمان به یگان زمینه مادی و تکنیکی تأسیس داده شدند. به عبارت دیگر تأسیس قشون‌های سرحدی که حالا به یک ساختار مجهز و مؤثر و نیروی با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافته است، یکی از رویدادهای مهم در تاریخ دولتداری تاجیکان و از جمله دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان می باشد. من بعد، یعنی در دوره‌ای که حمایت سرحدی بین تاجیکستان و افغانستان پرره به دوش قشون‌های سرحدی ما واگذار گردید، افسران و سربازان دلیر این ساختار نظامی در پیشگیری کردن واردشوی گروه‌های متشکل و مسلح جنایی، سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایتکاری‌های فراملی خدمت واقعاً تاریخی را انجام دادند. باید گفت که سرحد دولتی میان تاجیکستان و افغانستان نه تنها برای کشور ما بلکه برای کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل و اتحاد اروپا همچون منطقه بوفری موقع بسیار مهم دارد. یعنی سرحدبانان ما با حمایت مرزهای دولت تاجیکستان به خطر کشورها و منطقه‌های دیگر دنیا را نیز از خطر و تهدیدهای جهانی معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی حفظ کرده ایستادند. این قسمت سرحد دولتی ما بیش از 1400 کیلومتر را تشکیل کرده اساساً از منطقه و موضع‌های مرکب و دشوارگذر عبارت می باشد. با در نظر داشت اهمیت بزرگ این مسئله، دولت و حکومت تاجیکستان از روزهای نخستین تأسیس یابی قشون‌های سرحدی در سمت فراهم آوردن زمینه‌های ضروری مادی و تکنیکی، تشکل و تکامل دادن ساختار اداره‌کنی جزء تامهای سرحدبانی، بنیاد و از نوسازی و مجهزگردانی انفراستراکچور سرحدی، اینچنین تربیت متخصصان و کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای زیادی را
عملی نمود. حالا در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت مملکت جزء تامای قشونهای سرحدی از هر جهت و پیش از همه از لحاظ تأمینات با کادرهای صاحب اختصاص و تکنیک و تجهیزات حربی به طلبات زمانه مطابق گردانیده شدند و ما این روند را با استفاده از تمام امکانیت‌ها ادامه داده ایستاده‌ایم. در دوران صاحب استقلالی کشور برای تأمین نمودن حمایه سرحدی دولتی 3 ریاست منطقوی، 17 اتراد سرحدی، 2 اتراد تعینات مخصوص، اسکادریل علاهده هواپیمایی، 7 کمانداتورای سرحدی، 158 دیدبانگاه سرحدی، 35 نقطه گذرگاه سرحدی، دانشکده عالی سرحدی، گیمنازیای حربی قشونهای سرحدی با نام وارثان کوروش کبیر، 4 مرکز تعلیمی، 3 هاسپیتال حربی، 5 قسم حربی در سمت تأمینات تکنیکی تأسیس یافته، 187 انشاءات و بناهای یاری رسان بنیاد کرده شده. در برابر این جهت تحکیم حمایه منطقه‌های آسیب پذیر سرحدی دولتی با جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با دیگر ساختار و مقامات 92 دیدبانگاه سرحدی، صدها کیلومتر راههای نوی ماشینگرد سرحدی و دیگر انشاءات حفظ سرحد بنیاد گردیدند. در این دوره با استفاده از امکانیت‌های داخلی قشونهای سرحدی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نایه‌ها در مجموع 173 انشاءات سرحدی تجدید و از نوسازی گردیده، حالا کارهای ساختمان در 10 انشاءات دیگر با مرام ادامه دارند. حکومت مملکت دایر به تأمینات قشونهای سرحدی با تکنیک و تجهیزات حربی نیز تمام چاره‌های ضروری را اندیشیده ایستاده است. ما به تربیت کادرهای جوان و بلندساز حربی و بهتر گردانیدن وضع اجتماعی آنها که یکی از مسائل مهمترین می باشد اعتبار دائمی میدیم. زیرا اقتدار مدافعی و قابلیت جنگی جزء تام‌ها در نوبت اول از سطح کسبیت، دانش و تجربه و مهارت و ملکه کادرهای نظامی وابسته می باشد. در دوران استقلال 2800 نفر جوانان ما از جمله 1500 نفر دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و 1300 نفر دانشکده های عالی خارج کشور را ختم نموده حالا در وظیفه های افسری جزء تامهای قشونهای سرحدی صادقانه خدمت کرده ایستادند. امروز در دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی 500 نفر و در مؤسسه‌های تحصیلات عالی خارج کشور 300 نفر جوانان دیگر ما تحصیل دارند. در دوام چند سال اخیر در نتیجه هوشیاری و زیرکی سرحدبانان جسور اتراد سرحدی همدانی و در همکاری با دیگر مقامات حفظ حقوق مملکت زیاده از 25 تن مواد مخدر، 1200 میل سلاح و 6300 عدد مهمات جنگی مصادره کرده شده است. مخصوص یادآور باید شد که در طول سالهای صاحب استقلالی برای برقرارسازی ساخت انسانی، حمایه مرز و بوم کشور، حیات آسوده ساکنان و آرامی و ثبات مملکت، اینچنین هنگام عملیات و محاربه های ضد تروریستی 148 نفر خدمتجان حربی قشونهای سرحدی جان خود را قربان کردند که مردم شریف تاجیک و دولت و حکومت تاجیکستان نام نیک و جسارت و فداکاری آنها را هرگز
فراموش نخواهند کرد. رهبریت دولت و حکومت مملکت خدمت صادقانه و زحمت وطن دوستانه خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی را همیشه قدردانی می‌کنند. تا امروز 105 نفر آنها برای جسارت و دلیری هنگام حمایت سرحدات با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. همچنین زیاده از 1600 عائله افسران قشون‌های سرحدی با منزل استقامتی تامین گردیده رهبریت دولت با در نظر داشت خصوصیت‌های مشکل حفظ سرحدی دولتی من بعد نیز برای حل و فصل مسائل اجتماعی حیات شخصی تمام تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد. محترم افسران و سربازان، وضع نهایت مرکب و حساس منطقه و جهان، خصوصاً اوضاع افغانستان همسایه، عاقبت‌های منفی روند جهانی شوی، فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز و افسری با ننگ و ناموس، هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نماید. هر یک شما که در صف پیشی حفظ سرحد دولتی و ثبات و آرامی ساکنان کشور قرار دارد، باید انتظام حربی را به طور قطعی رعایت نماید. دائم هوشیار و زیرک باشید و نگذارید که گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر عنصرهای جنایتکار فضای آرام و آسوده وطن و زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان را خلل‌دار سازند. باور دارم که هر پاره خاک تاجیکستان محبوبمان برای تمام گنرال ها و افسران و سربازان عزیز و مقدس می باشد و هر یک نظامی با ننگ و ناموس حفظ کردن آن را برای خود قرض فرزندی و شرف بزرگ می حسابد. بار دیگر همه شما مرزبانان دلیر و شجاع کشور، محافظان مرز و بوم و خاک مقدس وطن عزیزمان را به افتخار 30مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته به هر یک شما در جاده خدمت با شرفتان حمایت مرزهای دولتی، صاحب اختیاری تاجیکان و امنیت ساکنان مملکت اراده متین و برار و کامیابی آرزو می نمایم. همیشه صحتمند و سربلند باشید حامیان دلیر و جسور وطن. افسران و سربازان، بار دیگر من به شما یک جان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم، مخصوصاً به سربازان احتیاطی که امروز با دعوت کمیسریات‌های حربی سری وقت حاضر شده برای حمایت مرز و بوم وطن آماده هستند. شما بسیار با اعتماد باشید که در دولت ما تنجی آرامی تأمین است. تنها به خاطر احتیاط کردن، آماده بودن، باز هم مستحکم کردن امنیت دولت، تنجی آرامی دولت، مردم تاجیکستان، مرز و بوم اجدادی خود ما باید همه وقت آماده باشیم، احتیاط کنیم، زیرک باشیم، در غفلت نمانیم. وطن دولت وطن ما، دولت ما، زادگاه ما شما
وطن مای شما، در این خاک و اجدادی مادران مای شما، فرزندان مای شما، نبیره و ابیرگان مای شما کار و فعالیت و زندگی میکنند و مرز و بوم اجدادی را کی باید حمایت کند؟ خودی ما، فرزندان این وطن. ما با یگان دولت و با یگان ملت یگان غرض سیاسی نداریم. ما بر ضد یگان دولت جنگ اعلان نکردیم و کردنی هم نیستیم. شما نترسید، غیور باشید، دلیر باشید، در همه لحظه های سختی، سنگینی، وزبینی دست یکدیگر را گیرید، کمک نمایید با یکدیگر. در این شب روزهایی که در کشور همسایه ما جمهوری اسلامی افغانستان بسیار وضعیت مرکب است، مخصوصا در سرحدات با تاجیکستان، ما از هر لحاظ باید آماده باشیم. از همین لحاظ سربازان احتیاطی در لحظه‌های ضروری ما دعوت کرده برای همکاری و کمک کردن به سرحدبانان باید دائم ما آماده باشیم. ما همه امکانیت ها را داریم. دولت سال 92 نیست. همه اقتدار را داریم. به افسران سربازان بار دیگر تاکید میکنم که در این شب و روزهای بسیار حساس ما زیرک باشیم، آماده باشیم، همه طرف آمادگی جنگی در سطح بلند داشته باشیم، سطح کسبیت خود را بلند برداریم، سطح کسبیت سربازان را بلند برداریم، شرایط خوبی خدمت و استراحت سربازان را مخصوصا اهمیت اولی درجه دادن در کار است. غمخواری در حق آنها ظاهر کردن در کار است. من به شما اصلا میگویم که 24 ساعت در سرحدات دولتی 24 ساعت هر یک ثانیه میشه زده تامین امنیت و دولت تاجیکان را 30 سال باز تامین کرده ایستاده ایم. اصلا میگویم من به شما. در همه لحظه های وزمی و دشوار دانید که رهبر دولت پرزیدنت شما در پهلوی شما است. و شما یک جان تشکر و مینتداری خود را بیان میکنم و موفقیت و خدمت بلند، پاک وجدانی، صداقت به ملت و دولت وطنی خود صادق باشید، جسور باشید، غیور باشید، دلیر باشید، حسی بلندی ملی داشته باشید، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشته باشید. امسال برای تاجیکستان سال مخصوص است. ما اکنون 30 ساله شدیم همچون کشور صاحب استقلال. و بینید قشون‌های سرحدی حالا 30 ساله نشدن از زمان تأسیس یابی، لیکن چگونه فرقیت است از روز تأسیس یابی تا به امروز. و باوری کامل دارم که با کمک و دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در آینده زیست شرایط خدمت، تأمینات با مهمات جنگی، تکنیک های نظامی دیگر باز هم خوبتر و بهتر میگردد. از همه برای ما، برای دولت، سلامتی شما در کار، خوشبختی شما در کار. هر یک جوانمرد آرزو دارد. خدا کند که همه شما را به همون آرزوی آمال نیکتان رساند. سلامت باشید، خوشبخت باشید، موفقیت شما باشید. نظام بر اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف! بعد از سخنرانی سرور دولت گذشت نظامی افسران و سربازان و خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و هیئت ذخیره‌های سفربری دایر گردید.
خدمت مادر وطن تا قرض ایمان من است. جان ساری در راه او امر وجدان من است. مثل مادر داد در آغوش مهرش جان مرا، پس حمایت کردنش با قیمت جان من است. ارتش سپر مملکت کفیل امنیت و زندگی آسایشته مردم محسوب می شود. صلح شایسته ترین نعمت روی دنیا بوده برای هر یک انسان مثل آب و هوا لازم است. ما سربازان تمام کوشش و غیرتمان را برای حفظ وطن دریغ نمی‌داریم تا استقلالیت ملی تامین باشد. مادران و خواهران و طفلان آینده ساز وطنمان آرام و آسوده باشند و در وطن عزیزمان صلح و وحدت دائما حکم فرما باشد. خدمت برای همه جوانان مکتب جسارت و مردانگی به شمار می رود. پس باید که هر جوان از این مکتب گذرد و افتخار ملی را در ضمیر دل خود زنده نگاه بدارد. خدمت در صف قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان برایم شرف و افتخاری بلند، مکتبی دلاور مردی و بزرگی جسارتی است. من مرزبانم، من دیواری سنگین و سپری با اعتمادی مرز کشورم. من مرزبانم، من حامی صلح و وحدت، حامی آرامی و آسودگی کشور، حامی خوشبختی های مردم، حامی بهار و نوروز وطن. با تشبث پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با ما جوانان همه شرایط ها رو در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان مهیا نموده است. در جواب به همه این غمخوری های پیشوای ملت را باید ما قدردانی کنیم. ما جوانان امروز باید سرحد دولتی خودمون را حمایت کنیم و اگر ما سرحد دولتی خودمون را حمایت نکنیم پس سرحد ما را کی حمایت می‌نماید؟ ما باید همچون سرحدمون را به مثل پدر و مادر دوست بداریم. با جوانان و همسالان خودم گفتنی هم که آمده در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان ادای خدمت کنم. وظیفه ما سرحدبانان حفظ هر یک وجب خاک سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان است. ما همیشه شب و روز خدمت سرحدی را به طرز نهریه‌های سرحدی پیش میبریم. سرحد را شب و روز محافظت نموده هیچ وقت خالی نمیگذاریم. سرحد ما استوار است. ما سیاست پیشگرفته سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را همه جانبه دستگیری نموده وعده می‌دهیم که 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با انتظام بلند سربلندانه استقبال می‌گیریم. مقصد و مرام سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان این صلح و ثبات، سازندگی، آسایش روزگار مردم تاجیکستان و منطقه می باشد. ما اسکران مرزبوم اجدادی را مدافع کرده نمیگذاریم که امنیت کشور ما و حتی آرامی در خاندان همسایه کشور ما خلل یابد. من مرزبانم حفظ کشور قرض وجدانی من است. مهر پاک این وطن اندر دل و جان من است. من افتخار دارم از تاجیک بودن و از صاحب وطن بودنم. حمایه مرزها ننگ و ناموس و شرف افتخاری هر یک جوانمرد تاجیک می باشد. ما کوشش میکنیم که آسوده مادران، خواب شیرین طفلان، راحت پیران هیچگاه خلل نیابد. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست. در تن من جان من به تاجیکستان نیست. تاجیکستان نبض من خارش بهار سبز من، ابر من باران من به تاجیکستان نیست. شرایط خدمت به نهایت خوب است. برای ما، برای سربازان، برای افسران همه چیزها مهیا اند. ما منتداری بیان میکنیم و اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امامعلی رحمان. رسالت جوانمرد حمایه عزیزان و نزدیکان، آباد و بنیاد کردن خانه و در می باشد. اگر امنیت کشور و دولت نباشد این رسالت را اجرا کردن نمی شود. برای همین هم امنیت کشور از جمله تنجی در مرزها وظیفه اولین درجه ما خدمتچیان حربی می باشد. وطن در این جهان یگانه مهربانی من تویی. چی جای این سخن که خود جهانی من تویی. جوان شده از عشق تو وجود من، بود پور زینام تو سرود من. نوری من، زوری من، ذوق من تویی. وطن